سلام. امارات برای تولید 3000 مگاوات برق خورشیدی در افغانستان سرمایه گذاری می کند. شرکت برشنا گفته است به زودی ارزیابی ابتدایی این پروژه آغاز و بعداً با مشخص شدن ضرورت‌ها و شرایط میزان سرمایه گذاری تعیین خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طالبان مسلح خواسته است که از جاسازی ماین‌ها خودداری کنند. بر اساس معلومات این اداره تنها در 10 روز اخیر 4 انفجار ماین در ولسوالی ارغستان کندهار صورت گرفته است. گروه بین المللی بحران موضوع طالبان مسلح را درباره مسائل مانند نوعیت نظام، آموزش دختران، حقوق زنان، آزادی بیان و تشکیلات نیروهای امنیتی را ناروشن دانسته است. مقامات امنیتی میگوید در یک ماه گذشته 37 انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل صورت گرفته است. 23 ماین کشف و 26 تن هنگام جاسازی ماین بازداشت شدند. و تفاهمنامه خرید امتیاز تیم‌های لیگش به گیزه میان کرکت بورد افغانستان و 5 شرکت خصوصی به امضا رسید.